الرحیم. جناب محترم معلم صاحب فاتح در ایشاد قربان شام خواهلم بروتایت مثل حسیمن صاحب بارکل میکدی به خاطری که مخالفت کرده از حدیث صحیح لحا وحف الشوارب بروتکایت باید کم کنی. گمانم ترسیده از افغانستان که داعش نگنده باید بروتایت مطابق سنت کم میگون ریشت هم گمانم از بینش میکنی. نه حسیمن صاحب هم مخالفت کرد از معلم صاحب تو هم از حدیث شریف دیگه. جناب محترم ماستر صاحب بسیار تخطی میکنی از خاطری که لیفت پایت از زیر لیفت بسیار بیشتر دراز میکنی. تو بیچاره از علوم و فنون شرعی بیخبر هستی. امید برابر علمای بزرگی که اونها علم کلام و علم حدیث و علم تفسیر به سطح جهان اونها تعقیب میکنن و تحقیق میکنن. در برابر یزوا کلگک میشورونی و کلام میجنبونی با در فضای مجازی کلام میجنبونی. فکر میکنی که مولا صاحب مولا صاحب صاحب‌الدین مزار تعقیب داری. او سوری را گفته بود تو پیش اومدی. تو شناختی را که یحیای عنابه پنشیری کیست با این شناخت داری نداری. محترم معلم صاحب از شخصیت ها تیر میشه. محترم هستی، قابل قدر هستی، جرأتت قابل ستایش است. یکی از حسیمن صاحب نام میبری یا از ابن تیمیه از ابن قیم. مردم های مبارک شاید مبارک ابن تیمیه و ابن قیم از اکابر اهل سنت و الجماعت هستند. احترامشون بجای ولی تعجب میکنم به تو بیچاره. ای بیچاره از زیر چکک زیر نام میرگیزی. از تقلید امام ابو حنیفه و امام محمد ابن حسن شیبانی، از تقلید امام ابی یوسف و امام شافعی و امام احمد و امام مالک فرار میکنی. میرگیزی در حجاز میری زیر بالای حسیمن صاحب پرت میشی. با حسیمن صاحب با ما به دلیل میاری. ما حق به رجال نمیشناسیم بیاده. ما حق به حسیمن صاحب و به ابن تیمیه و ابن قیم نمیشناسیم. ما حق به دلیلش میشناسیم. حتی در بس اوقات با امام خود امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی ما در کشمکش هستیم. تو می به ما حسیمن میاری. عجیب است. سبقیت شام شفیعه را در خنده میاری. شفیعه را مولده. معلم صاحب علم دیگه چیز است. از علم فارغ نشده. معلم صاحب از صحبتایت معلوم میشه که نمیفهمی. از اصطلاحات شرعی خبر نداری. خیر تیر میشیم. عقیده ما در اسما و صفات عقیده سلف صالحین. اگر متوجه باشی ما در اوجا گفتیم که هر آنچه را که اثبت الله و رسوله لله او ثابت است از برای الله. هر آنچه را که الله و رسولش از الله نفی کردین و نفی است از الله. سری نمیپیچم که آیا نفی تمدح هست، مدح میاره یا نمیاره. چرا نمیفهمی؟ تو به این گپا نمیفهمی. تو نمیفهمی که لم یلد لم یولد امی مدح داره نداره. تو نمیفهمی که علمای کلام میدن که لیس بعرضن لیس بجوهرن. آیا او تمدح میاره یا نمیاره؟ شما اعتراض میکنید که او مدح نمیاره. او که مدح نمیاره لم یلد و لم یولد چطور مدح میاره؟ امی جواب خوب یار نه. برو کامپیوتر تا ترک مدی. تو خود کتاب نمیفهمی. نه چپتریست. کتاب خود تو ما عقیده دارم که کتاب نخونده. در مکتب شامله برو ترکمده با بعد از او از علمای بزرگ سرزمینای اسلامی فتوا بگی. در حرم شریف موسیقی نوازیده میشه. محمد ابن سلمان تماشا داره. مولوی صاحبای تو گوش داره. و دعا کنی خدای پاک فلسطین آزاد کنه. آیا جهاد ما به دعای تو رواره مولای موسیقی شنو دخترایی که در سعودی موتر میبرن و میارن تو مولا صاحب در زیر او کلمه جنبونی. احرار صاحب نفهمیدم ماشه که تاله هم نه حالی هم ماشه تا از سعودی یا نیست. خیر خوب میتونی خیر باشه. بان گم که موسیقی های حرم او خود در توان ما و شما نیست.
محمد ابن سلمان و کارا رو میکنه، خدا انصافش بده. چی بگوییم؟ اگه انصاف میگوییم دیگه گپ نمیزنیم. کوثری کیست؟ کوثری کیست که تو مرا به او حواله میدی؟ کوثریا یک تا ملا محمد کوثری ترکی با حلبی پیدا شده است، کلت در بدر کرده است، غیر از پشت کوثری را گرفتید. با کوثری این جانب مخالف است، مقالات کوثری را این جانب رد کرده است. با عقاید کوثری ما موافق نیستم. عقیده ما، عقیده شاگردای ما، عقیده منطقه ما، عقیده علمایی که با ما در تماس هستند است. مثلا یک صفت از صفات الله است، استوا علی العرش. استوا علی العرش صفت الله است، بلا کیف، بلا تمثیل، بلا تجسیم، بلا تشبیه، حتی بلا تاویل. احرار جان تو خود نو پیدا شده، عمر ما 2 برابر عمرته. حالا یاد که دیگه پاره ما را تعلیم میدی بچه جان، معلم صاحب. عمر ما 2 برابر عمرته است، بلا تاویل. ما تاویل اجازت نمیدم، موافق با تاویل نیستم. با تاویل امام رازی موافق نیستم. کشاف معتزلی که استوا را به استیلا تعبیر میکنه گمراه میگویمش، به خاطر که دیگه عقاید خراب هم داره. ولی امام رازی را ما گمراه نمیگوییم، ابن حجر اسقلانی را ما گمراه نمیگوییم که تو متاثر هستی از حنابلة. ابن جریر طبری رحمه الله را ما گمراه نمیگوییم، نصفی را ما گمراه نمیگوییم، عینی رحمه الله را و امثالش که ما گفتم ما گمراه نمیگوییم. تاویل کردی. تعطیل علیحده است، تاویل علیحده است، تعریف علیحده است، تاویل علیحده است. 5 تاویل 5 تعریف داره. تاویلی که مذیب تعطیل شود قطعا قابل قبول نیست. تو میای از شبکه‌های اجتماعی کلمه کشی نمیشناسنم که تو کجاست، آدرست کجاست. هرچی میگو این میدانی بگو، بالا بخش سیادانی بگو. این جانب در برابر شرک و بدعت در میدان استاد است، مقابله میکنه. تو کلکشک میکنی میگو جناب مولوی، جناب ماستر صاحب. ماستر صاحب تو کجاستی که حقیقت وجودی نداری؟ حقیقت وجودی تو میای میگی کجاستی؟ چطور گفتی سر گپای من نقد میکنی؟ نقدت اگه عادلانه باشه، نقدت عالمانه باشه به سر و چشم، ولی بچه هستی تو خوب این گپا نمیفهمی. ما به تو گفتم که استوا علی العرش اینمی صفت باری تعالی است، ولی استوا ثم استوا همی حادث است. همی جواب بکو. فارسی اونا میگن، ما چی میگیم تنبورم چی میگن. احراری اومده است از حسیمن قتیمه بغل میده. حسیمن بیخی ولی الله همی جواب بده، همی جواب بده استوا علی العرش. جوابش هم آسان است، از ما استفسار کو ما برات میفهمونم. راجع به فوقیت گپ میزنی، یعنی فوقیت تو میفهمی؟ صفت ذات است، صفت فعل. آدم او معلم صاحب، او ماشتر صاحب، فوقیت صفت ذات است. کسی از این منکر باشه حالتش خراب است. هو القاهر فوق عبادی، باری تعالی فوق بندایش است. فوقیت صفت ذاتش است، قطعا تحتیت قبول نمیکنه. تو میره نمیفهمی چطوری شو فوقیت تو شد، او تو شد، این تو شد. اینجا ما میگوییم که باری تعالی در بالای عرشش است، کما یلیق بشانی بلا تاویل بلا تا با آخرش. فوقیت صفت ذات باری تعالی است. کسی میگه که نمیفهمم که خدا کجاست، کافر است. امام ابو حنیفه رحمه الله جهم است، از مجلس خودکشی گفت اخرج، خارج شو از مجلسم یا کافر. به خاطر اینکه میگفت خدا هر جاست، مثل باد است، هر جا است. ما خود نگفتیم تو اشار هستی که ملت اسلامی رو تذلیل میکنی یا نمیکنی؟ تسلیل امت اسلامی نه در توان ابن تیمیه است، نه در توان ابن قیم است، نه در توان تو معلم صاحب، ماستر در توان تو هم نیست. ماستر صاحب تو آمده یک سره ملت اسلامی رو تسلیل میکنی که متکلمین چند گروه؟ متکلمین اهل سنت و الجماعت جداست. متکلمین معتزله، مرجئه، معطله، سایرینش این یارا کلش متکلمین گفته میشه. ما گفتم کلام باری تعالی تو خود نمیفهمی که کلام باری تعالی تو خود نمیفهمی. کلام تحقیق پیش نمیرم که با تو اعتراض میکنی. اما تو گفتم برای تو که قدیم است یا قدیم نیست. قدیم است چرا یا نیست؟ چرا؟ همین جوابش برو بیار.
اما تلفن تا بپال تکمه دی و بعد در دنیا وابی گرفته است. امی یک وابی پرسون که امی چطوره؟ امی را یک پرسون کن. امی باز بگرد. من اینجا در یک مسجد هستم او امامتی میکنم، مردم ها همیجا یکم اقلا و صدقه بده خدا با من میدن، من میگه بیکار هستم. خیر برو، اگه حسین صاحب نیست خدا ببخشدش بچهش پرسون. تقلید تو مراجعه کن. ما همیشه تقلید نمیکنم، اینجا ششته ما با تو صحبت نکنم، همین تو از ذهن خود صحبت نکنم. الحمدلله با لطف خدا مدلل با تو صحبت میکنم، از کتاب خدا و سنت رسولش با تو صحبت میکنم. اراتیستی گمونم ما شناخت مثال پیدا کردم. ما گفتم قمریه که از بدخشان است، حالا فهمیدم از ایرات هستی. اما والی صاحب اسلام جان هم یک کتاب نوشته کرده است راجع به صفات. بشنو یا احراری صاحب هستی، فاتح صاحب هستی، کامپیوترت هم واسه باش تو تک بزنم تو میت دم کامپیوتر صاحب اسلام جان والی صاحب چی نوشته کرده؟ اما سلف میگوی، سلف. تو برو پرسون که از والیتون یک کتاب نوشته کرده است در برابر هر سخن ابن تیمیه که از سلف پیش داده است 20 قول دیگه از سلف نقل کرده. او از سفیان ثوری نقل میکنه، اسلام جار صاحب از مجاهد نقل میکنه. مجاهد سلف نیست. او نقل میکنه ابن تیمیه رحمه الله از قتاده، اسلام جار صاحب دیگه سلف نقل میکنه. او سلف نیستن. اما کتاب اسلام جار صاحب تو سیکو در برابر قول سلف چقدر قول سلف دیگه نقل کرده. با تحقیق من کرده، زیرش ترجمه فارسیش داده. در چه اسلام جار صاحب از گپایت میگه معلوم میشه گپای ما خود گپای عالمانه است. اسلام جار صاحب دو مذهب خود ایران است. خب ما خو عقیده تو احراری بچه هستی، بچه عقیده تو باید عقیده ما باشه. فاتح صاحب عقیده تو عقیده ما است. اسلام جار والی صاحب عراق او حیران از عقیده خود حیران شده. از این خاطر سردرگم است. یک حواله دیگه هم برات میدم. یک عالم بزرگ هندستانی است به نام محمد ادریس کاندیلوی صاحب. محمد ادریس کاندیلوی صاحب یکی از علمای بزرگ قاره هند است. او شرح بخاری دارد در کتاب توحید. چقدر دلایلی که امام بخاری رحمه الله از سلف نقل کرده است، در برابرش صدها قول دیگه از سلف صالحین نقل کرده. تو باید تو فاتح صاحب از او قولای سلف صالحین جواب بدی. این تو نمیشه که یک چند تا سلف پیدا کرده سلف تو سلف است، سلف دیگه سلف نیست. عبدالله ابن عباس میگه وسع کرسی السماوات والارض وسع علمه. این تاویل عبدالله ابن عباس کرده است. تو فاتح صاحب اومدی اهل سنت شدی، عبدالله ابن عباس حبر الامت و گمراه شد. چی میفهمی یک کلید چی میبره فاتح صاحب؟ به احتیاط قدم بند، به احتیاط فاتح صاحب. علم تو همون قدری است مثل که یک ملخ در یک چاه باشه. خب ملخ در چاه باشه میگه کل دنیا اینه قدر. تو یک دفعه برای که از دشت چه میگم دشتای بالا بلوک فرا و اراتا بیابانایش ببینی بسیار علم وسیع است. عجله در تسلیل امت نکن. در تسلیل امت خواهش میکنم عجله نکنی. آخری این که بسیار مولوی گفته حدت بشناس ان الباس فی ارض لا یستنصر. خرچه در وطن ما شاین نمیشه. تو یک بچه هستی سبق نخونده، شرع عقایدت نخونده، شرع مواقفت نخونده، شرع مقاصدت نخونده، کتابای شروح عقاید اهل سنت و جماعت تو مطالعه نکرده، رفته در پشت کامپیوتر ششته تک تکمه میزنی با گپای دیگر مری نمیفهمی از اولش چیز آخرش چیز. نه مبتدایش خبر هستی نه خبرش. تو باید از مبتدا و خبر باشی کلامت مبتدا و خبر داشته باشه اول و آخرش. اگر بسیار مست رسید در میدان بیا تو از فضای مجازی شفیع یار واره تله نکش. ما یحیی نام دارم، دوانا بستم، در پنشیر هستم، در زیر بیرق مولا محمد حسن آخوند زندگی میکنم. خب مرا بشناس. هر جایی که تو میگی موجه آدرس میدی ما میایم با امرای کتابای اهل سنت و جماعت تو در میدان استاد شو. مگر
هروی نخونیش. هروی یک تا دیگه گفته بود هروی، ابو اسماعیل هروی. تو طوال هرات نمیفهمی که هرات است یا هرات است. میای ده بسیار صبح چای بالا دست میزنی. خواهش میکنم حدت هم بشناس، مطابق حدت گپ بزن. مولوی تو یک ماستر هستی، معلوم نیست استنجای زمستانی و تابستانی هم میفهمی نمیفهمی. تابستان و زمستان استنجاش فرق میکنه. امیر هم با بگو با ما برو بخیر باش.